سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 اکتبر تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. کمیته دفاع از ژورنالیستان حکم زندان عبدالله غربتی را محکوم کرد. پرزیدنت تاجیکستان به سن 70 رسید. پوتین امامعلی رحمان را با اردن برای خدمت‌ها برای وطن درجه سیوم قدردانی کرد. آزاده رحمان پدرش را با یک پیام ویدیویی تبریک گفت. خود را احتیاط کنید، زنده برگردید. گسیل مهاجران تاجیک به جنگ اوکراین. 2 کشته و 2 زخمی بر اثر برخورد 2 اوپل در ناحیه جبو رسولوف. و اکنون تفصیلات خبرها. کمیته دفاع از ژورنالیستان یک سازمان بین المللی قرارگاهش در امریکا که از حقوق ژورنالیستان و آزادی مطبوعات در سراسر جهان حمایت میکند 7.5 سال حکم زندان ژورنالیست و تهیه‌گر فیلم‌های مستند از تاجیکستان عوضمت غرباتوف معروف به تخلص عبدالله غربتی را محکوم کرد. گلنوزه سعید، هماهنگساز برنامه‌های اروپا و آسیای مرکزی در کمیته دفاع از ژورنالیستان، در یک اظهارات ویژه گفت ما حکم شدید و بی اساس ژورنالیست عبدالله غربتی را محکوم میکنیم. ظاهرا چنین حکم سخت نتیجه ناروزگی مقامات تاجیکستان از افزایش محبوبیت سبک جسورانه ژورنالیستیک شهروندی است که عبدالله غربتی و همکارش دلیر امامعلی تجربه میکردند. مقامات تاجیکستان باید به تلاش بازنگری حکم عبدالله غربتی ممانعت نکرده او و دلیر امامعلی و همه ژورنالیستان دیگری را که در حال حاضر برای انجام کار خود در حبس قرار دارند آزاد کنند. مقامات تاجیکستان باید معرکه ترسانیدن مطبوعات مستقل کشور را که از 4 طرف تحت سرکوب قرار گرفته است بس کنند. دور بامداد قبلا خبر داد دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه روز 4 اکتبر سال 2022 در یک مرافعه پشت درهای بسته عبدالله غربتی را در تأخیر و لطکوب نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان ممنوع گناهکار شناخته و او را به 7 سال و 6 ماه محبس نظامش سخت محکوم کرد. غربتی خود را در مورد عرض اتهامی به ضدش اعلان شده بیگناه دانست و هر نوع ارتباط خود با یگان گروه افراطی را نیز رد کرده از دادگاه خواست که او را بیگناه برآورد و سفید کند. او حالا قصد دارد که از حکمش به دادگاه بالایی شکایت برد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 4 اکتبر سال 2022 در عرفه جشن 70 سالگی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان همتای تاجیکش را با اردن برای خدمت‌ها برای وطن درجه 3 قدردانی کرد. در فرمان پوتین گفته می شود که امامعلی رحمان برای سهم بزرگ شخصیش در تحکیم روابط شریکی و اتفاقی استراتژی بین فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان اینچنین تامین ثبات و امنیت منطقوی با این مکافات دولتی معتبر روسیه سرفراز گردانیده می شود. اردن زاسلوگ پرد اتچеством سال 1994 تأسیس یافته تا تأسیس اردن اندری پروزوانی در سال 1998 بلندترین اردن دولتی روسیه به شمار می رفت. این اردن برای خدمت‌های فوق‌العاده بزرگ در تاکید دولتداری و رشد اجتماعی و اقتصادی روسیه، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، رشد فرهنگ و هنر، دستاوردهای بزرگ ورزشی، تحکیم صلح و دوستی و همکاری بین کشورها و همچنین برای سهم ارزنده در تحکیم اقتدار مدافعی روسیه تقدیم کرده می شود. امامعلی رحمان آخرین پرزیدنت در عمر آسیای مرکزی روز 5 اکتبر به سن 70 رسید. او از سال 1992 اینک 30 سال باز بر تاجیکستان رهبری میکند. پوتین به امامعلی رحمان به مناسبت 70 سالگیش برقیه شادباشی نیز فرستاده. در آن پرزیدنت تاجیکستان را دوست حقیقی روسیه و ارباب دولتی خردمند و صاحب تجربه نامید است که در راه رشد کشور خود و حمایت منفعت‌های آن کارهای زیادی را انجام داده است و میان مردم از احترام شایسته برخوردار گردیده در عرصه جهانی اعتبار بلند کسب نموده است. پوتین تاکید کرده است که رابطه‌های نیک و دوستانش با امامعلی رحمان را بلند قدر می‌کند. اینچنین امامعلی رحمان را رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پینگ، پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف، پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو، همینطور پرزیدنت ترکمنستان سردار بردیمحمدوف، پرزیدنت‌های آذربایجان و قزاقستان الهام علی و قاسم جمار توقایف، همچنین پرزیدنت سابق قزاقستان نورسلطان نظربایف
صبح 5 اکتبر به امامعلی رحمون زنگ زده او را با جشن 70 سالگیش تبریک گفتند. بنا به گزارش خدمات مطبوعات امامعلی رحمون نظربایف در تبریکاتش از جمله به سهم باسزای پرزیدنت تاجیکستان در برقرار و تحکیم دولتداری تاجیکستان، تأمین رشد پایدار و بالا برداشتن آبرو و اعتبار آن در عرصه بین المللی تاکید کرده است. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون روز 5 اکتبر سال 2022 به سن 70 رسید. 30 سال پیش وقتی که او بار اول به مقام رهبر اول تاجیکستان رسید همگی 40 سال داشت. طرفدارانش ختم جنگ خونین برادرکش در سالهای 90 و احیای دولتداری نو تاجیکان را به نام امامعلی رحمون پیوند میدهند و بر این که تاجیکستان در دوران رهبری او گل شکفت. مخالفانش برعکس امامعلی رحمون را برای شخص پرستی، ساختن یک نظام خودکامه و چشم پوشیدن به کروپسی سراسری که در نتیجه آن اکثر منصب‌های رفغنین و تجارت‌های پرفایده در تاجیکستان به دست خویشاوندان نزدیک خود پرزیدنت و اطرافیانش افتاده است، تنقید و مذمت می‌کنند. امامعلی رحمون 5 اکتبر سال 1952 در ناحیه دنغره، آن وقت ولایت کولاب در جنوب تاجیکستان به دنیا آمده است. او در عائله فرزند سیوم بود. بعد ختم مکتب میانه امامعلی رحمون سابقه کاریش را همچون استاد برق در کارخانه رفغن شهر قرغنتپه آغاز کرده. از سال 1971 تا 1974 3 سال در فلات اقیانوس آرام ارتش شوروی خدمت حربی را ادا کرد. بعد خدمت ارتش امامعلی رحمون باز به کارخانه رفغن قرغنتپه برگشت و یک مدت همچون فروشنده هم کار کرد. سال 1977 رهبر آینده تاجیکستان که علاقه 23 سال داشت و عائله‌دار شده بود به رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان داخل شد. بعد ختم دانشگاه او در سفخوزی به نام لنین نویه دنغره کار کرده و سال 1988 به مقام رئیس این سفخوز رسید. در نخستین انتخابات الترناتیوی پارلمانی تاجیکستان که ماه فوریه سال 1990 دایر شد، امامعلی رحمون پرکرور نویه دنغره را شکست داده از این نویه وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شد و اما پرواز فوق‌العاده و بی سابقه او به سوی قله‌های منصب ماه نوامبر سال 1992 در بین همگی 2 هفته رخ داد. روز 2 نوامبر سال 1992 در پی کشته شدن رئیس قبلی ولایت کولاب جهانخان رضایف از سوی جنگیان فرانت خلقی امامعلی رحمون رئیس این ولایت زیر نظارت این جانب جنگ شهروندی تاجیکستان انتخاب گردیده. علاقه بعد 2 هفته روز 16 نوامبر سال 1992 در اجلاسیه 16 شورای عالی در قصر ارباب نویه خوجند رئیس شورای عالی و عملا رهبر اول تاجیکستان انتخاب شد. امامعلی رحمون در پایان سال 1992 در شرایط به سر قدرت آمد که تاجیکستان در بین 15 ماه 6 مرتبه رهبر اولش را عوض کرد و به دامن جنگ خونین شهروندی فرو رفت تا اجلاسه 16 نیروهای فرانت خلقی با کمک سپسناز و نیروهای دیویزیای 201 ارتش روسیه علاقه ولایت‌های کولاب و قرغنتپه و قسمت غربی وادی ایسا را تحت نظارت آورده پایتخت شهر دوشنبه را از سمت جنوب و غرب در محاصره اقتصادی و نظامی قرار داده بودند. اندری کازیریوف وزیر وقت خارجه روسیه نقل کرده بود که امامعلی رحمون 1 ماه پیش از اجلاسیه قصر ارباب به نمایندگی از ولایت کولاب در نشست سران کشورهای اسنگ در بیشکک اشتراک و سخنرانی کرد و همان وقت نقطه برای این رئیس سفخوز از نویه دنغره رهبران کشورهای اساسی تصمیمگیر روسیه و ازبکستان را مایل کرد که امامعلی رحمون را باعث رهبر آینده تاجیکستان حساب کنند. همین طور امامعلی رحمون سال 1994 با پیروزی بر سروزیر سابق عبدالملک عبدالله جانوف به مقام پرزیدنتی رسیده و سال 1999 در انتخابات دوم پرزیدنتی زمان ریاستش را باز برای 7 سال دیگر تمدید کرد. سال 2003 به قانون اساسی تاجیکستان تغییرات وارد شد که به امامعلی رحمون امکان داد تا باز در 2 انتخابات دیگر نامزدیش را بگذارد. او همین طور در انتخابات سال 2006 و 2013 برنده شد و ریاستش را تا سال 2020 تمدید کرد. سال 2016 به قانون اساسی تاجیکستان تغییرات نوی وارد کردند که به امامعلی رحمون همچون پیشوای ملت حق پیشبری بدون محدودیت نامزدیش به پرزیدنتی را می‌دهد. او سال 2020
بار دیگر نامزدیش را به پرزیدنتی گذاشت و با پیروزی خیلی آسان در یک انتخابات عملا بدون یگان رقیب جدی زمان ریاستش را تا سال 2007 تمدید کرد. بر اساس قانونی که امامعلی رحمان در ابتدای سال 2016 مقام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت داد، او حتی در صورت رفتن از مقام پرزیدنتی حرف اول در تعیین سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان را پیش خود حفظ می‌کند. بهاگذاری‌ها به 30 سال رهبری امامعلی رحمان بر تاجیکستان از جانب طرفداران و مخالفین او کاملا فرق می‌کند. به عقیده طرفدارانش امامعلی رحمان در یک دوران مشکلی که کسی جرأت به دست گرفتن رهبری تاجیکستان را نمی‌کرد، این مسئولیت را به دوش گرفت و اساسهای دولتداری نوین تاجیکان را گذاشت. طرفدارانش ختم جنگ خونین و سال 1997 را به نام امامعلی رحمان رقم میزنند و معتقدند که تاجیکستان در دوران رهبری او به دستاوردهای بزرگ نائل شده است. اما مخالفان امامعلی رحمان برعکس میگویند که 30 سال ریاست او زیاد جای تعریف ندارد و پرزیدنت کنونی در تاجیکستان یک نظام خودکامه آلوده به کروپسیا و پرستش شخص خود را ساخته است. او را به تعقیب آزادی‌های سیاسی و دینی مردم تا حال در پنجه فقر قرار داشتن 3/1 ساکنان کشور در 30 سال رهبریش و حل کردن نتوانستن مشکل لیمیت برق و بیکاری سراسری عیبدار میکنند و میگویند محض ناکامی‌های حکومت امامعلی رحمان سبب شده است که هر سال 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری میروند. امامعلی رحمان و همسرش عزیزما رحمانووا 7 دختر و 2 پسر دارند و یک مایه دیگر انتقادها به خویش و تبار سرشمار پرزیدنت رسیدن منصب‌های کلیدی و تجارت‌های پرفایده در تاجیکستان است. دختر او آزاده رحمان رئیس دستگاه پرزیدنت و پسرش رستم امامعلی شهردار پایتخت و رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان و طبق قانون اساسی رهبر دوم جمهوری است و باور می‌رود که امامعلی رحمان یگان وقت از مقام برود به جای او یکی از فرزندانش و غالباً رستم امامعلی به جای او خواهد آمد، ولی این نقشه اینک چند دفعه باز به دلیل‌های مختلف به عقب گذاشته می‌شود و در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نیز امامعلی رحمان دیگر باره نامزدی خودش را گذاشت، نه پسرش رستم امامعلی را که بسیاری‌ها انتظارش داشتند. به هر وجود از این حقیقت کسی نمی‌تواند چشم بپوشد که با همه برد و باختش 30 سال از 31 سال استقلال تاجیکستان در تاریخ نوین این کشور به نام امامعلی رحمان که امروز به سن 70 رسید نقش بسته است. زادروز مبارک جناب پرزیدنت. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. چند روز باز در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نوی پیدا شدند که در آنها لحظه‌های به ارتش روسیه و ظاهراً به جنگ ضد اوکراین گسیل کردن باز چندین تن دیگر از زادگان تاجیکستان ثبت شده است. این زادگان تاجیکستان را که گمان می‌رود شهروندی روسیه شده بودند بعد اعلان موبیلیزاسیا به خدمت دعوت کردند. در ویدیوها دیده می‌شود که این مردان را زنانی که به زبان تاجیکی صحبت می‌کنند گسیل کرده ایستادند. این زنان از این نزدیکان به خدمت حربی دعوت شده خود خواهش می‌کنند که خود را احتیاط کنند و زنده و سلامت برگردند. ترس این زنان از آن است که عزیزان آنها را می‌توانند به جنگ اوکراین بفرستند. در یکی از ثبت‌ها زنان دیده می‌شوند که به تاجیکی حرف می‌زنند. آنها در بین قطار طولانی مردهایی که هر کدام خلطه و بورخلطه در دست از نزد نقطه سفربرکنی می‌گذرند دو شناس خود را دیده با آنها خیلی خوش می‌کنند. سپس آنها از بین ازدحامی که می‌گذرد شناس دیگری خود با نام عبدو را می‌جویند، ولی تا پایان ثبت عبدو در بین آن مردان دعوت شده پیدا نشد. در ویدیوی دیگر ازدحام زنان در نزد یک اتوبوس دیده می‌شوند که گریان و نالان عزیزان خود را به خدمت حربی گسیل می‌کنند. یکی از دعوت شدگان حبیب جان نام داشته است و چند زن با زبان تاجیکی با حبیب جان خداحافظی می‌کنند و از او خواهش می‌کنند که خود را احتیاط کند. کی و در کجا ثبت شدن این دو ویدیو معلوم نیست، ولی این ثبت‌ها اینک چند روز باز در اینترنت سیر و گشت دارند. اعلان موبیلیزاسیا باعث شد که صدها هزار شهروند روسیه ترک روسیه کردند. این کشور را همین طور هزاران نفر از زادگان تاجیکستان که شهروندی روسیه را به دست آورده بودند یا دو شهروندی دارند و اکنون آنها را می‌توانند به جنگ اوکراین برند ترک کردند.
اخیرا سفارت تاجیکستان در روسیه از مهاجران تاجیک دعوت کرد که به معلومات‌های بردروغ و بی‌اساس وابسته به دعوت شهروندان خارجی به خدمت حربی در فدراسیون روسیه از جمله مهاجران ملتی از جمهوری تاجیکستان که از جانب شخصان علیحده و گروه‌های اخوان‌انگیز در شبکه‌های اجتماعی پند می‌گردند داده نشوند و تنها به معلومات رسمی توجه نمایند. ولی در این دعوت درباره اون زادگان تاجیکستان که شهروند روسیه یا صاحب دو شهروندی‌اند و می‌توانند به خدمت دعوت شوند چیزی گفته نشده است. پایگاه خبری بامداد قبلا درباره یک زن تاجیک خبر داده بود که ویدیوی کوتاه لحظه گسیل پدر فرزندانش به صف ارتش روسیه را نشر کرده است. این زن در شرح ویدیوش نوشته بود که شیر من را به ارتش بردند، برایش دعا کنید، ما با پدر فرزندان خداحافظی میکنیم. این ویدیو به گفته مؤلفش در کراسنویارسک روسیه ثبت شده است. ارتش روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد ولی پیروزی خیلی زود که مسکو انتظار داشت صورت نگرفت و هفته‌های آخر نیروهای روسیه تا مجبور شدند که از چندین شهر قبلا اشغال کردهشان در اوکراین حتی عقب نشینی کنند. روز 21 آگوست سال 2022 پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در پی شکست پیاپی ارتش این کشور در جنگ اوکراین فرمان موبیلیزاسیا به ارتش را امضا کرد که بر اساس آن شهروندان روسیه را می توانند از حساب نیروهای ذخیروی به جنگ برند. آزاده رحمان دختر دوم پرزیدنت کنونی تاجیکستان امامعلی رحمان که از سال 2016 اینک قریب 7 سال باز روبری دستگاه اجرایی پرزیدنت را هم در دست دارد، شام 5 اکتبر سال 2022 با نشر یک نوار 12 دقیقگی پدرش را به مناسبت رسیدن به سن مبارک 70 تبریک گفت. این دومین ویدیو است که آزاده رحمان نشر میکند. ویدیوی اول او 5 اکتبر سال 2017 به مناسبت 65 سالگی پدرش نشر شده بود. تبریکاتش را آزاده رحمان با قرائت شعر در وصف پدر حسن آغاز بخشید که با این مصرع‌ها شروع می شود. شخصتون عهد ایمانم پدر، قلعه ناموس و وجدانم پدر. گرچه تکرار است حرف مهر من، مهر ناتکرار دورانم پدر. لفظ فرزندی است پرچمداریم، بخت و اقبال به پیمانم پدر. قبلگاه نور بخشای منی، آیت شکرانه جانم پدر. من وطنداری ز تو آموختم، آریا روح خراسانم پدر. حرف دل گویم ز جان آزادسان، آبروی تاجیکستانم پدر. آزاده رحمان در تبریکاتش از کارنمایی 30 سال پرزیدنتی پدرش وصف کرده از جمله میگوید که سیاستمداران عالم مکتب سیاسی او را می‌آموزند و از آن پند میگیرند. آزاده رحمان میگوید که از پدر او امامعلی رحمان با آتش جنگ برادرکش در کشور نقطه تمد گذاشت و به تاجیکستان صلح و آبادی آورد. آزاده رحمان پیام تبریکاتیش را با یک شعر دیگر پراحساس درباره پدرش به پایان رسانیده است که از جمله چنین مصرع‌ها را دارند: چی باشد زندگی دانی جوابش، به زرحل هست نامد در کتابش. ز نام و شهرتت در افتخارم، نترسم از خزان هست بهارم. تو را سازم به این امید تبریک، پدر جانم پیشوای خلق تاجیک. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 5 اکتبر سال 2022 به سن 70 رسید. 30 سال پیش وقتی که او بار اول به مقام رهبر اول تاجیکستان رسید همگی 40 سال داشت. طرفدارانش ختم جنگ خونین برادرکش در سال 90 و احیای دولتداری نو تاجیکان را به نام امامعلی رحمان پیوند می‌دهند و بر اینند که تاجیکستان در دوران رهبری او گل شکفت. مخالفانش برعکس امامعلی رحمان را برای شخص پرستی، ساختن یک نظام خودکامه و چشم پوشیدن به کروپسیای سراسری که در نتیجه آن اکثر منصب‌های رفغنین و تجارت‌های پرفایده در تاجیکستان به دست خویشاوندان نزدیک خود پرزیدنت و اطرافیانش افتاده است، تنقید و مذمت می‌کنند. آزاده رحمان دختر دوم امامعلی رحمان 44 سال و 5 فرزند داشته از سال 2016 رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت میباشد. همسر او جمالالدین نورعلیف تا ماه ایون سال جاری معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان بود.
عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 5 اکتبر سال 2022 به خبرنگاران گفت که پرزیدنت امامعلی رحمان که روز 5 اکتبر به سن 70 رسید زادروزش را در احاطه فرزندان و پیوندانش جشن میگیرد. او گفت 5 اکتبر برای امامعلی رحمان یک روز کاری مقرری است و در کشور برگزاری کدام چاره‌بینی رسمی به مناسبت 70 سالگی پرزیدنت به نقشه گرفته نشده است. طبق ماده 8 قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم که سال 2007 با تشبث خود امامعلی رحمان تهیه و قبول شده، سال 2017 طلب این قانون بازم شدیدتر کرده شد. در تاجیکستان جشن زادروز به طور اختیاری تنها در دایره عائله گذرانیده می شود. به این ترتیب حتی دوستان و همکاران و یا صنعتکاران را به جشن زادروز خود دعوت کردن را منع کردند. ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای رعایت نکردن طلبات قانون تنظیم از جمله در بابت چگونه جشن گرفتن زادروز همچون جزا برای شهروندان عادی جریمه به اندازه 110 نشان دهنده برای صبح‌ها، برای شخصان منصبدار به اندازه 550، برای صاحبکاران خادمان و علمای دین به اندازه 750 نشان دهنده و برای شخصان حقوقی به اندازه 800 نشان دهنده برای صبح‌ها را پیش بینی کرده است. یک نشان دهنده برای صبح‌ها 64 سامانی یا تقریبا $6 را تشکیل می‌دهد. امامعلی رحمان 5 اکتبر سال 1952 در نویه دنغره به دنیا آمده. سال 1982 رشته اقتصادی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است و سال 1992 اینک 30 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. 4 اکتبر سال 2022 تخمینا ساعت 9:30 راننده автомашین تمغه اوپل استرا قیوموف کمال سال تولدش 1985 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق واقع در حدود نویه جبو رسولوف از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده مقابل حرکت راه برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره زولفانوف اورزوقل سال تولدش 1982 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا قیوموف و مسافرش جمایف بحردین سال تولدش 1989 ساکن نویه باباجان غفوروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. راننده автомашین دیگر تمغه اوپل استرا زولفانوف و مسافر داخل автомашینش کوزیف بهادر سال تولدش 1984 ساکن نویه دیوشتیچ جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه‌ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامونی با عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 2 اکتبر سال 2022 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از دکان تیزتیار واقع در نویه مذکور یک چند تجهیزات خوراکپزی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرر رسانیده شده 23900 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.